حرار. پهباد انتحاری آرش، پهباد بدون محدودیت برد که برای اثبات اهداف ثابت و متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پهباد دوربردترین پهباد انتحاری دنیاست که در انحصار کشور عزیز اسلامی ما هست. پهباد انتحاری امین، پهباد باور 5. امروز به فضل الهی ارتش و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه برجسته‌ای دارند از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری. حرار. پهباد انتحاری آرش، پهباد بدون محدودیت برد که برای اثبات اهداف ثابت و متحرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پهباد دوربردترین پهباد انتحاری دنیاست که در انحصار کشور عزیز اسلامی ما هست. پهباد انتحاری امین، پهباد باور 5. امروز به فضل الهی ارتش و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جایگاه برجسته‌ای دارند از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری.